امسال بزرگترین ارچه دوشنبه آرام نیست. آن نه تنها با آرایشات و چراغک‌های رنگارنگ بلکه با موسیقیش تماشابینان را به خود جلب می‌کند. بزرگترین ارچه تاجیکستان در همین میدان امسال هنوز از آخر ماه نوامبر از فرارسی سال نو میلادی درک می‌دهد. مردم از هر گوشه و کنار به این مکان می‌آیند تا در اینجا عکس بگیرند، سلفی کنند و با این استقبال سال 2020 را برای خود خاطرمان سازند. با نزدیک شدن جشن سال نو این میدان در پایتخت دوشنبه سیرودم و پرتماشابین است. در این میدان برابر مردم با بوهای برفی زیاد جمع آمدند و حاضرند با هر نفر عکس بگیرند. البته رایگان نه. 16 دکبر سال کردیم تا 31 در همین نزدیک ارچه سال نوی قرار داریم. بسیارون یک نرخ نباشون قیمت یک تاش 5 یک تاش 10. این نمایشگاه یا شهرک سال نوی از مکان‌های دیگر است که امسال مردم زیاد برای تماشا و خریدن شیرینی و تحفه‌های سال نوی به اینجا می‌آیند. در اینجا طبعا می‌بینید خانچه‌های خیلی زیاد ساخته شده است امسال و در برابر به فروش گذاشتن شیرینی و محصولات‌های مختلف همچنین خانچه‌های مخصوصی بابای برفی و برفک هم ساخته شده است که مردم می‌توانند وارد آن شوند و عکس‌های خاطره‌ای بگیرند. امروز سال اینجا آدم خیلی بسیار میشود برای ما هر چیزی که وارد این سال آدمون بخرن. عمر علی به فرق از اکثری همسالانش نه برای تماشا بلکه برای تازه کردن اطراف ارچه به اینجا می آید. تقریبا 3 روز میشود که ما در تازگی آبادی گردی ارچه سال نوی قرار داریم. مردمی که اینجا هست وقتی که ما میبینیم یگان نفر اگر موسو پرتوید ما با او کاری فهمیدیم که اگر که نبینه خودمون گرفته برنامون پاکتامون انداخته و جمع کرده با پرتوها بردن میمونه. آمادگی دوشنبه به استقبال سال نو امسال خیلی بر وقت شروع شد. این جشن در پایتخت کشور به فرق از سالهای پیش حالا شکوهی بیشتر دارد. نزد بناهای معمولی شهر هم چون باغ و میدانها ارچه‌های چراغان قامت افروختند و با رمز و نوشتجات تبریکی آرا داده شدند. میگن که کودک‌ها بار ما را بیرون بار تماشا رویم تلویزیون رو میبینن و میگن ما را بعد کار برفته و را میبیاریم. بازار فروش تحفه و ارچه‌های سال نوی هم برابر نزدیک شدن جشن گرمتر می شود. سعادت رجب و با شوهرش برای خریداری ارچه و آرایشات برای خانه و دسترخوان سال نوی خود از ترسونزاده به دوشنبه آمده است. او 5 نبیره دارد و می‌خواهد با یک ارچه قامت بلند و زیبا سال نو را برای نزدیکانش خاطرمان کند. اگر دسترخوان چقدر پر باشد، ناز و نعمت‌های بسیار باشد، سال همین خل میرد. دوام سال همین خل میرد. اگه همه حرکت میکنن همین روز به یک دسترخوان خوش آراسته کنن. خواهید نخواهید میکنید. چون که در دلتون هست. با این همه نمی شود گفت که بحث‌ها اطراف تجلیل سال نو میلادی در دوشنبه پوره از بین رفته است. برای آنهایی که این جشن را مالی بیگانه و یا خوشی فرهنگ و مذهبی دیگر می‌دانند این روز مثل روزهای معمولی است و از تجلیل آن خودداری می‌کنند. جشن نگرفتن که این چیزی اسلامی نیست. ما کانکرین جشن نمیگیریم. تقریبا تا 10 سال اخیر موضوع تجلیل سال نو در تاجیکستان از جانب برخی زیر سوال رفته بود. همانا برای گروهی از ساکنان تاجیکستان سال نو مسیحی جشن بیگانه ارزیابی می شود و تحت تاثیر این عقیده ها هم در گذشته تجلیل سال نو چندان پررنگ و همگانی نبود. ولی به هر صورت دیگر بحثی تجلیل کردن یا نکردن از سال نو میلادی مثل سالهای پیش در تاجیکستان تند و شدید نیست و به نظر می رسد که اکثریت به این موضوع با تحمل برخورد می کنند.